سلام بچه‌ها. امروز میخوام یه دسته بازی بهتون معرفی کنم که نسبت به قیمتش و کارایی و کیفیتی که داره خیلی گزینه مناسبیه. حالا جلوتر یه مدل جعبه‌ش رو براتون آنباکس میکنم و کامل میبینید محتویات جعبه چیه. الان فکر نمی کنم واسه کنسولتون، حتی واسه پلی استیشن، واسه ایکس باکس یا حتی واسه کامپیوتر بتونید دسته زیر 3 تومن تو بازار تهیه بکنید، چون الان دسته پلی استیشن 5 یا دوال سنس الان حدود 3500 600 قیمتشه و دسته ایکس باکس حدود 3200 این حدودا قیمتشه. خب من خودم خیلی دنبال یه دسته بودم بگیرم، مخصوصا با کامپیوتر خوب مچ بشه و حالا اگه قابلیت اتصال به گوشی و اندروید هم داشته باشه که چه بهتر. خیلی گشتم تو اینترنت و رسیدم به این دسته از برند گیمسیر فور پرو هستش. گیمسیر تی فور پرو این دسته قابلیت اتصال به اندروید، آی او اس، کامپیوتر یعنی ویندوز به قولی و ایکس باکس رو داره. کلا دسته هایی که با ایکس باکس همخونی دارن خیلی نمیتونید روی پلی استیشن باشون کار بکنید، خب اینم به همون شکل، چون به نوعی اصلا از قیافه خود دسته و چینش دکمه‌اش هم معلومه که از روی دسته های ایکس باکس، از روی دسته های مایکروسافت ساخته شده. حالا فقط باش نمیتونید روی کنسول پلی استیشن کار کنید، ولی واسه کامپیوتر یکی از بهترین گزینه‌ها. قیمتش الان تو بازار هولوش 2500 2600 هستش. شما با این قیمت، یعنی تقریبا 1 تومن پایین‌تر از قیمت دسته خود ایکس باکس یا دسته پلی استیشن دوال سنس معمولی، شما میتونید یه همچین دسته تهیه بکنید که الان من شروع میکنم از امکاناتش براتون میگم و میفهمید که خیلی بیشتر از قیمتی که داره میارزه. این دسته اینجاش اصلا از شکل ظاهریش هم مشخصه، یه فضایی داره، یه جای تعبیه کردن واسه اینکه شما بتونید نگهدارنده گوشی بهش وصل کنید که تو خود جعبش هست. یعنی شما میتونید خیلی ساده این مبدل رو بهش وصل بکنید، گوشیتون رو روش بذارید، با بلوتوث به گوشی اندرویدتون یا حتی آی او اس میتونه وصل بشه. پشت دسته رو که نگاه کنید خودش توضیح داده که شما اگه میخواید با کامپیوتر یعنی با ویندوز اگه میخواید کار بکنید باید دکمه هوم رو نگه دارید، با دکمه ایکس یه چند ثانیه نگه میدارید، این چراغش میره بالا روشن میشه و دسته مچ میشه. اگه میخواید مثلا با آی او اس کار کنید باید دکمه بی رو نگه دارید با هوم، چراغ دوم براتون روشن میشه. برای اندروید ای رو باید نگه دارید با هوم. برای اتصال به نینتندو سویچ هم دکمه بی رو نگه دارید با هوم، چراغ سوم براتون روشن میشه. یعنی قابلیت اتصال به 4 تا پلتفرم رو این دسته داره. حالا برای اتصال به نینتندو سویچ به گوشی اندروید این دسته راحت با بلوتوث متصل میشه، دستگاه شناسایی میکنه، وصل میشه و باید دسته رو بذارید رو اون حالت، یعنی هوم و حالا با اون دکمه که لازم بگیرید و مچ میشه بدون نیاز به هیچ اتصالی. ولی برای اتصال به کامپیوتر نیاز داره که یا از کابل تایپ سی که حالا داره تو جعبش یا خودتون میتونید تهیه بکنید استفاده کنید، یا از دانگل وای فای که توشه. این دانگلی هم که توشه گفتم وای فای، یعنی دانگل بلوتوث نیست، واسه همین برد خیلی خوبی داره، تأخیر خیلی پایینی داره و من خودم تست کردم، واقعا تا 8-9 متر فاصله از دستگاه راحت بدون تأخیر کار میکنه. خیال راحت میتونید هر چقدر بخواید فاصله بگیرید از دستگاهتون. مورد بعدی که بخوام بهتون بگم این دکمه های اضافه هستش که شما روی دسته های بالای 10 میلیون معمولا میبینید، حالا چه ایکس باکس الیت باشه یا مثلا دسته پلی استیشن که این دکمه رو داره بالای 10 میلیون. فکر کنم واسه ایکس باکس باشه 11-12 میلیون، واسه پلی استیشن نزدیک 13 میلیون قیمتش. 4 تا اینجا دکمه اضافه داره که میتونید حالا شخصی سازی کنید تو هر برنامه یا بازی که میخواید. به جز اون چینش روی دکمه هاش کاملا این ایکس باکسه
و اصلا حس این دکمه هایی هم که فشار میدید به همون شکل، یعنی مثل پلی‌استیشن نرم نیست، خیلی اون حالت دکمه ای ایکس باکس رو داره. این جویستیکاش خیلی نرمه. براتون دستا رو اگه روشن بکنم، یه چراغ RGB هم نمیشه بهش گفت، یه بکلایتی داره که حالا تو تاریکی شما بتونید این 4 تا چراغ خود دسته رو ببینید، تو تاریکی کار کردن باهاش به مشکلی نخورید. و حالا دکمه‌ای که داره دکمه توربو، استارت، سلکت و هوم که اکثر دسته‌ها دارن، چیز خاصی نیست. دوال شوک هستش. اصلا جنس بدنش هم یه خورده شیشه‌ای ماننده، توی ویدیو خیلی معلوم نیست، ولی جنسش جوریه که یه خورده نور باشه و بگیرید قشنگ داخل دسته رو میتونید ببینید و هر دو طرف دسته شوک قرار داره. لذت بعضی بازی‌ها رو دو چندان میکنه براتون. بریم حالا من یه مدل که الان باز نشده این جعبه براتون آنباکسش بکنم، حالا ببینیم داخل جعبه چی داره، توضیحات کاملتر رو بهتون بدم. این جعبه وقتی میبینید یه پلمپی داره روش که اینم خیلی راحت باز میشه. تو خود جعبه کارت تشکری هست که محصول ما رو خریداری کردید، امضای خود سازنده شد، چیز خاصی نیست. یه برگه‌ای که میبینید اینجا برگه QC، این نشون میده که این دسته یه بار بعد تولید تست شده و از سلامت اون اطمینان حاصل کردن، بعد حالا ارسالش کردن یا فروش رسیده. اگه این برگه نباشه حالا ممکنه دستتون مورد دار باشه، این دسته که بهتون رسیده ممکنه ایرادی داشته باشه. حتما این برگه داخل جعبه دستتون باشه، چک کنید. بعد یه دفترچه راهنما توش داره که هم زبان انگلیسی داره و زبان چینی که خودش سازندشه، و این برچسب یا استیکرهایی که داخلشه و برند خود گیمسیره. خب میریم سراغ اصل مطلب. تو جعبش اینطور که میبینید یه دانگل وای فای داره که خیلی هم بزرگی، اصلا نمیشه بگیم یه دانگل خیلی کوچیکیه. دانگل البته باز به نسبت بعضی دسته های داخل، مثلا دسته های اگه تسکو رو ببینید دانگل اونا از این هم بزرگتره، حالا خیلی عجیب نیست، ولی خب به هر حال یه دانگل وای فای بزرگ داره با فرکانس 2.4. یه کابل تایپ C که پشت جعبه است. حالا ماژولیه که شما میتونید برای اینکه با گوشی بازی کنید، گوشیتون رو راحت روی این نصب کنید و روی دسته قرار. این ماژول واقعا کیفیت خوبی داره، هم بالا هم پایینش هم لایه‌های پلاستیکی گذاشتن که اصلا آسیبی به گوشیتون نرسه. نصبش هم خیلی راحته. اینو بالای دسته میذارین و با یه خورده فشار، مثلا الان چون اولین باره یه خورده سفته، یه چند بار این کار رو انجام بدید راحت و به همین راحتی روش نصب میشه. شما میتونید گوشیتون اینجا قرار و برای خارج کردنش هم به همون شکل آروم آروم به سمت بالا اینو فشار میدیم، یه خورده خودش رو شل کنه و بعد میکشیدش بیرون. و دسته که اولش میرسه اینجوری از جعبه باز میکنید، باتریش خیلی کمه، من نمیدونم روشن میشه ولی باتریش خیلی کمه و اول که گرفتید باید بزنید شارژ حتما. ظرفیت باتری 600 میلی آمپره که من فکر میکنم 4-5 ساعت راحت بتونید باش بازی کنید، به مشکلی برنخوره و مدت شارژش هم خوبه. یعنی من تستی که کردم تقریبا نیم ساعت میتونید با نیم ساعت شارژ 2-3 ساعت قشنگ باش کار بکنید. این چراغاش همونطور که گفتم بکلایت، نمیتونید با نرم افزار RGB نیست که بتونید نوع چراغاش رو تنظیم بکنید. و خب این دکمه توربویی که روش داره، شما تو بعضی بازی‌ها که لازمه تونتون این دکمه رو بزنید شما میتونید دکمه توربو رو بزنید و اون دکمه‌ای که میخواید نگه دارید، مثلا این بالا رو. الان این دسته چون وصل نیست به هیچ پلتفرمی تغییر رنگ نداد، ولی شما دکمه توربو رو که بزنید و هر کدوم از دکمه‌هایی که میخواید رو نگه دارید،
این رنگ به قول این چراغ دایره‌ای آبی رنگش قرمز رنگ میشه که یعنی دستور توربو شما رو خونده و شما دیگه لازم نیست تون هی دکمه رو پشت سر هم بزنید. این دکمه رو که نگه دارید خودش براتون دکمه رو پشت سر هم میزنه به صورت کمبو. تو سایت خودش، حالا تو ایران نمیدونم چجوریه، من خودم با گارانتی اصلا نتونستم اینو پیدا کنم و بدون گارانتی گرفتم، ولی شرکت خود سازندش که برید 1 سال این دستگاه گارانتی داره، یعنی خود نشون میده که کیفیت ساختشون مخصوصا بین برندهای چینی هست، کیفیت خیلی بالایی برخورداره. بهتون توصیه میکنم اگه یه دسته واسه مخصوصا کامپیوتر میخواید به جز پلی استیشن برای هر پلتفرم دیگه ای میخواید این دسته رو میتونم بهتون معرفی بکنم، مخصوصا برای کامپیوتر، چون ببینید هر دسته‌ای به راحتی با ویندوز مچ نمیشه. این دسته چون بر اساس ایکس باکس طراحی شدن و قابلیت ایکس اینپوت رو دارن، یعنی هر دسته‌ای که میخواید برای ویندوز بخرید حتما دقت کنید که قابلیت ایکس اینپوت رو داشته باشه. وقتی این قابلیت رو داره شما دیگه لازم نیست براش شبیه ساز بریزید یا برنامه‌ای بریزید که اینو معرفی بکنه. همین که شما دانگل وای فایش رو وصل کنید یا کابل رو به دستگاه وصل کنید و دسته رو بذارید رو حالت پی سی، سریع بهش وصل میشه و تمام بازی ها، مخصوصا اگه بازیاتون کرکیه و ما تو ایران هستیم و اکثر بازی ها کرکی حساب میشه، نیازی نیست دیگه تبدیلی بریزید یا به قولی شبیه ساز نصب کنید که دستتون به دسته ویندوز یا مایکروسافت تبدیل بشه و شناسایی بشه. شما به محض اینکه اینو وصل کنید خود ویندوز ایکس باکس اینو شناسایی میکنه و تمام بازی هایی که از دست بازی پشتیبانی میکنن رو میتونید با این دسته انجام بدید، به جز اون بازیایی که اصلا خود بازی قابلیت بازی کردن با دسته رو نداره. ولی تمامی بازی هایی که قابلیت اجرا شدن رو دسته رو دارن شما به راحتی بدون نیاز به هیچ برنامه‌ای میتونید با این دسته کار کنید و کیفیت ساختش بدنش خیلی من نمیتونم بگم به اندازه دسته پلی استیشن خوبه یا حتی به اندازه دسته ایکس باکس های سری NOS، ولی کیفیت اصلا حس بدی بهتون منتقل نمیکنه. فکر میکنم وزن مناسبی هم داره. طول عمر حالا باید تو تستای بیشتر در آینده ببینیم چطور میشه، ولی طبق چیزی که تو سایتشون نوشتن و سویچایی که توش استفاده شده طول عمر زیادی داره. خیلی ممنون از اینکه ویدیو منو دیدین. امیدوارم براتون به انتخاب یک دسته مناسب کمک کرده باشه.